آقا دیگه آقا خیلی رقیق القلبه. شنیدید امروز شنیدید برای ابوالفضل بکا شدیدا گریه سختی کرد، برای قاسم بن الحسن گریه کرد، برای علی اکبر گریه کرد. رقت قلب عجیبی آقا در مؤمن ایجوره. آقا تشریف بردن نشستن، آخه این دخترشون رو بر روی زانشون نشاندن، صدا بزند ای سگینه قلب مرا مسوزا لا توری قلبی به تمی. این اشک‌ها را گفت آقا ما را به مدینه برگردان. در موده یا لا توری کلقتا، دیگه کجا به مدینه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. یا حسین بن علی، یا حسین. شب عاشوراست، شب عاشورا، شب آخر ودا حسین، شبی است که دیگر آخر ساعات آخر زندگی حسین. یا شهید کردیم، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. را به سوی قتلگاه. دیگه میدونید یکی از لا اله، یکی از صفات حسین ابن علی غیرت حسینیه. غیرت حسینه. یا حسین دلش نمیخواد تا وقتی که زنده است کسی به سوی خیمه ها به سوی خیمه ها برود. این رو شنیدید دیگه، همتون شنیدید این رو شنیدید. اون وقتی که حسین ابن علی افتاده اما نمیخواد بیفته، یک دفعه نگاه میکنه لشکر به سوی زنها، به سوی زنها میرود، از دست صدا بزند یا حسین، یا حسین بفرماید یا شیعت آل ابی سفیان لم لکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید اقلا رگ و حمیت، اقلا آزاده باشید. اینقدر زنها که به شما کاری نگردن، شما به من جنگ دارید. زنها که به شما جنگ ندارن چرا به اینها هجوم بیاوه؟ اول بیاد کار حسین رو تمام. یا حسین، یا حسین، یا حسین. دیگه خستتون کردم، خیلی عذر میخوام خستتون کردم. فقط دیگه شما او شعر رو یادتون نره، حالا موقعشه او شعر یادتون نره. اون وقتی که حضرت اینقدر مهربانه، حتی به او که میخواد سرش رو از بدنم جدا کنه، روی اونم داره نصیحتش میکنه، به او هم داره موعظه میکنه. میگه اگر چنانچه میگه بلکه عذابت کمتر بشه، اگر بنا هست برا بکشی اقلا آبی من بده. یا حسین اما شمشیر میگذاره، هر چی میکشه بریده نمیشه. میگوید این جای بوسه پیغمبره، این بریده نمیشه. شمشیر زد از غبا سر حضرت رو با حسینم با زبیه